سلام و درود به پایان بر عاشقان شعر تر و غزل ناب. من یک حکایه درباره حاتم طای خواندم که بسیار خوشم آمد و خواستم که شما عزیزان هم بهره مند شوید. اینک حاتم طای که با سخاوتمندی و عالی همتی نام برآورده بود، یک اسب سیاه بیمانند داشت. این اسب از بیابانها چون باد دویده می گذشت. با قوت، زور، دوند و دست و پا و گردن زیبا داشت. هر کس که این اسب را می دید عاشقش می شد. آرزو می کرد که در زندگی چنین اسب داشته باشد. اسب حاتم طای به حراج مملکت می ارزید. در جهان دیگر چنین بادپا و خوشرفتار نبود. همین صفت اسب حاتم طای مثل مردی و دستگشادی خود او در سراسر عالم پهن گردیده بود. شاه مملکت دیگر خواست که عالی همتی حاتم طای را امتحان کند و بیند که او در حقیقت سخاوتمند است یا نه. شاه به دوستانش گفت: میگویند که حاتم طای یک اسب بی‌مثل و مانند دارد و صاحبش آن را به جان برابر می داند. دوستان شاه گفتند: بله، این سخن راست است. شاه گفت: من به نزد او آدم خود را می فرستم و خواهش می کنم که اسبش را به من هدیه نماید. اگر در عالی همتیش آوازه دروغ نباشد، اسبش را می دهد. دوستان شاه گفتند: شاها، از جای سختش گرفتی. وی اسبش را از جان دوست می دارد. ما گمان می کنیم که این کار را نمی کند. شاه خرسند شد. ندهد بسیار خوب می شود. من اثبات می کنم که شهرت و آوازه حاتم طای ساخته و دروغین است. روز دیگر دو سه نماینده شاه راه کشور حاتم طای را پیش گرفتند. آنها با عذاب و رنج زیاد شبانه به منزل حاتم طای رسیدند. صاحب منزل دو دست پیش بر مهمانان را خوش آمدید گفت و در خانه گرمی بر هوا جای داد. با فرمایش او خدمتگارانش اسب را کشته کباب پختند و مهمانان را خوب مهمانداری کردند. کوفت راه که برآمد، مهمانان به میزبان رو آوردند. ما به نزد تو به خواهش شاهمان آمدیم. حاتم طای دو دست پیش بر تبسم میکرد. ما همیشه به خدمت آماده هستیم. مهمانان گفتند: آوازه هست که اسب بادپای بی‌مثل و مانند داری و آن را چون گوهرک چشم عزیز می‌داری. شاه ما همین اسب را طلب دارد. حاتم طای خجل شد و با سری افکنده گفت: بله، چون این اسب داشتم. مهمانان به چشم سوال به او نگریستند. چه خیل داشتی؟ کجا شد اسب تعریفیت؟ حاتم طای باز با همان خجالت گفت: شب باران سخت بود. نتوانستم که به چارگاه آدم فرستم و اسب دیگر را بیارم. همین اسب را که شما میگویید با فرمایش من کشتند و شما را ضیافت کردند. آه از جگر مهمانان برآمد. نخواد که چنین اسب ارزنده جهان را بهر ما کشته باشی. حاتم طای گفت: برای من از مهمان دیده چیزی قیمت‌تر نیست. مهمانان به مردی و عالی همتی حاتم طای قایل شده این خبر را به شاه کشور خود بردند. شاه دست به گریبان گرفت و گفت: به نام خدا راست میگویم، کسی در لطف و کرم به حاتم طای برابر نیست. در این باره بیتی هم هست: چو حاتم به آزاده مردی دیگر، ز دوران گیتی نیامد مگر.